محمدرضا احمدی و تیمشان از 2 روز به این طرف ناپدید شدند. انجینیر احمدرضا احمدی بعد از نشر ویدیویی که در آن از متوقف شدن کار ساخت موتور افغانستان خبر می‌دهد ناپدید شده است و خبری از او و همکارانشان در دسترس نیست. برای آگاهی بیشتر از این قضیه ویدیو را تا آخر ببینید. لایک و سابسکرایب هم یادتان نره. قسمی که در جریان هستیم، 2 شب قبل آقای احمدرضا احمدی طراح و سازنده موتور افغانستان با نشر ویدیوی خبر از متوقف شدن کار ساخت این موتور داد. بعد از اینکه آقای احمدرضا احمدی از موتور ساخت افغانستان رونمایی کرد و در صفحات اجتماعی و در همه افغانستان و جهان محبوب شد، همه مردم از دیدن این موتور حیرت زده شده بودند و باور نمی‌کردند که یک شخص از افغانستان بتواند همچین کاری کند. اما 2 روز قبل احمدرضا احمدی مدیر شرکت انتاب ویدیویی را منتشر کرد که همه مردم را به شوک فرو برد و مردم حیرت زده شده بودند. او در این ویدیو گفت که بنابر مشکلات و فشار زیاد قرضها توانایی ادامه دادن را ندارد. مجبوریم یه مدتی کار رو تعطیل کنیم و برگردیم به همون شغلای سابق. و از آن مدت تا حالا خبری از محمدرضا نیست. این خبر را یکی از مدیران شرکت انتاب در صفحه فیسبوک خود به زبان فارسیدری و انگلیسی نشر کرد و در پای نوشت هم گفت تا خود را مسئول می‌دانم که این خبر را با مردم در میان بگذارم. آقای احمدرضا احمدی در جریان ویدیویی که 2 شب قبل نشر کرد میگوید ما یک قسمتی از پازل را در دست داریم و یک قسمتی از راه حل هستیم و یک قسمت دیگر پازل ما نیستیم و این کار را نمیتوانیم ادامه بدهیم. ما تنها یک قسمتی از راه حلیم. یک تیکه از پازل دست ماست که قسمتش خب به حال دست ما نیست. او همچنان در ویدیویی که نشر کرد هیچ خبری از آغاز دوباره این کار نداد. به نظر شما منظور از این حرف آقای احمدی که گفت ما یک تکه از پازل هستیم و یک قسمت پازل دست ما نیست چیست؟ هدفشان از پازل چی بوده و آیا در ناپدید شدن آقای احمدی دست دارند؟ در بخش کامنت ها با ما شریک کنید. خیلی ممنون و سپاس که تا آخر این ویدیو ما را همراه بودین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید.